در هجرت از بلخ بیگمان مولانا با تبعیض روبرو شد که انسانش آرزو شد. درود بر شما عزیزان. دوستان عزیز، در این روزها سرصداها بسیار زیاد است در میدیا. جنگ ایرانی ها و افغان هاست به خاطر که دولت ایران افغان ها را از کشورشان اخراج میکنه، میگه برین دیگه، بس است، برین از کشور ما. در اینجا نباید یک طرف قضاوت کرد، باید دو طرف دید که کی ملامت است کی نیست. اول من از شما یک سوال میکنم، اگر کسی در خانه شما میه و مورد پسندتان نیست، میخواین که نفر از خانهتان بره، چی میگین؟ میگین لطفا از خانیم خارج شو، نمیخوایم در خانه ما باشی. کار که امروز ایران میکنه. اما طرف دیگر او میمون چه قسمی است؟ اگر او میمون یک انسان بی حیثیت و بی عزت و بی عفت و آبرو باشه، سنگین دم جای خود دم سنگ ور میشینه، تکان نمیخوره. تو هرچی وی برای از خانیم نمیپرایم. امروز متاسفانه افغانای ما در ایران همه طور هستن، بی عزت، بی آبرو، بی عفت شیشتن در ملک مردم. میگه برای از خونیم ما نمیپرایم. اینا یک دیتون قار میشین سر ما که وی بیچارا چه کنه، برای کار رفته، یکی میگه برای یک لقمه نان رفته، یکی میگه برای زور رفته. باور کو من که اوضاع افغانستان تعقیب میکنم، همون کاری که افغانا در ایران میکنن در افغانستان هست برشان. این افغانایی که در ایران هستن اتونیست که دریشیگک لکس در جانشان باشه، برن در وظیفه در یک دفتر در ایران کار کنن، در شفاخانه یا در بانک یا در کام انجینیر باشن یا دکتر یا چیز. نخیر نی، کلشان مزدوری میکنن، میرن مزدورکاری میکنن، سر میدان ایستاد میشن تا یکی بیای او را در کار ببره. مزدورکاری یا مردی کاری. پس این کار در افغانستان هم هست و اینایی که اخراج میشن و اینایی که هستن در ایران، اکثریتشون در افغانستان از خود خانه دارن، زمین دارن، جایداد دارن. شما فکر کنین اگر همین مزدورکاری رو در کشور خود بکنن، نیاز نیست که کرای خانه بتن، نیاز نیست که گروی خانه یا به گفته از اینو پول پیش خانه بتن. اگر در هفته 4 روزشم کار بکنن، در این 4 روز 300 کار کنه، چقدر میشه؟ 1200. راحت خدا میتونه که شب و روز خود سپری کنه در بین فامیل، در بین اقوام، قوم، در منطقه خود، بدون دردسر، بدون زور و دشنام و دو. اما یا نی، بی غیرت هستن که دو میخورن، لط میخورن، دشنام میتیشون، میزنیشون، میکنیشون، بازم طرف ایران میدون. بانه است که طالب است در افغانستان. کل افغانستان خود سیاست مدار نیست، کل افغانستان خود رئیس زاده نیست، کل افغانستان خود در حکومت های پیشین نبوده که هر کس میره به می بهانه که در افغانستان طالب است، افغانستان طالب است. جنگ خو نیست. و یک بیغیرتی دیگه ما افغان ها که هست، بیغیرت کلگی، یعنی تاجک، پشتون، هزاره، ازبک، کلش بیغیرت، کلش بیغیرت. در اروپا و امریکا و استرالیا و کانادا از هر 100 افغان پناهنده که به نام افغان راجستر است، 45 تا 50 تاش پاکستانی و ایرانی است. مشهدی های ایران می به نام هزاره افغانستان تقاضای پناهندگی میکنه، اهوازی، لور، ترک، دیگر تیرانی یا به نام تاجک افغانستان می تقاضای پناهندگی میکنه. پاکستانی ها پشتونش به نام پشتون افغانستان می تقاضای پناهندگی میکنه. پنجابی هایشان هم همینطور. ای هم بی غیرتی ما شماست و پستی از اونو کسایی که مترجم است در اداره مهاجرین در هر کشور اروپایی و آمریکایی. پس ما شما یک مردم بی غیرت هستیم، بی حیثیت هستیم، یک مردم هستیم که یک مسئله است، میگه چوب دکونش بزن، میگه خیر دساییش میشینم. خب شاید بسیارتون سر مقار شوین. ایرانیه که
خودشان مهاجر است در اروپا، اکثریتشان به نام افغان آمدن اقامت گرفتن، اما امروز خیسن تو افغان دو میزنن و تو به افت ششتی که دزو بس میکنی. بس نکو در اداره مهاجرین اینمی نفر به نام افغان قبولی گرفته، باید قبولی ازی پس گرفته شوازش. شما به افت هستین که سالانه به میلیون یورو افغان از سر تا سر دنیا سفر میره به ایران. شما میتونید کی را کنسل کنین نرین. بی غیرتی، بی عزتی، بی افتی از شماست و هر چیزم که سرتون میایه حقتون است تا غیرت کنین. ما پشتی ایران نمیکنم. ایران نمیخواد که شما در کشورش باشین، میگه برای میکشیتونه. سرشم زور نداری که در خانیش باشی. یک ذره عقلتون در کار بردید. دکتر پلیز، آقا ما نمیخوایم تو مملکت ما باشید. آقا ما نمیخوایم با شما ها زندگی کنیم. آقا شما در سطح ما نیستید. ما لول و کلاسمون خیلی بیشتر. نظرتون راجع به اخراج افغانی ها از ایران چیه؟ افغانی ها اگر جا داشتن میموندن تو کشور خودشون، نمی اومدن تو ایران ما. چهره‌تو نمیگیرم، فقط بگو چی شد. چی شد؟ یه بنده خدا اومد داشت میومد، منم از این ور از اون ور، اون کوچه داشت میومد این ور، من از اون ور از پارکینگ. این آدرس پرسید، من فکر کردم از اون پرسید آدرس رو. من فکر نکردم از من، اگه من میگفتم فلانجا فلانجا. بعد اومدم اینجا، اون ور دور میگه منو با کیریت حساب نمیکنی. من دیدم چجوری زدته. خب این نتونستم ازش فیلم بگیرم. فقط اینجا کاره نیست. خب فقط خدا بزنه. فقط از تو هم زبون. معجونه برید وا ویلا وا ویلا. یک دم داخل گوشش بزن، کثیفه. شما به عزت هستین که دخترایتان، مخصوصا شمایی که در ایران زندگی کردین، دخترانتان در ایران درس خوانده نتانستن، لط خورده، دشنام شنیدن، توهین شدن، خودتان هم همچنون. اما در همین جا همو دخترایتان زیر پای ایرانی ها خواست. بسطهانی بازارای شما دیدیم آمده گله کده که در ایران مورد درس نمیمون، در ایران مورد لاین یا در صف نانبویی دو میزدن، بر ما توهین میشد. بازم که سعی کنی زیر پای بچه ایرانی خواست. شما قدر بی عزت از این زن و مردتان. این حاله قار میشین، اکثریتتان سرم قار میشین، خونتان هم ترگایتان مخیزه که چی میگه. واقعیت است، دردناک است نی؟ از هر 10 خانواده افغانی که در ایران زندگی کرده آمده در ایران، 7 تاش دخترایش در اروپا زیرلنگ ایرانی است. این را پس ثبوت من روزانه میبینم. چی از ازاریش است، چی از تاجکش است. شما بی عزت مردم هستی. یک ایرانی را نشان بدی، ایرانیه که ایرانی است، نیو ایرانی های بدن که در افغان در اروپا آمده باشه، زیر پای بچه افغان بوده باشه. نیستنی؟ چرا که خود به مراتب شما بهترتر میدونه و در اینجا بهتر هم هست از شما. شما میگه چی هستین؟ مردار خورا.
بین خود جور نمین، سگ و پشک هستین، ما بیاییم زیر پای تو خوشیم. شما بسیار بی غیرت مردم هستین. هرچی قار میشین سر ما قار شوین. امیدوارستم که عقلتون در کار پرتین تو به یکی دیگه نشین، کسیه برتون نمیشه. ایران شما را اگر هدم ارز میکنن، دلش اختیارش خانیش. پیسی تا نمیته، اون پیسه را از ایران پیدا که نمیته. اولادت در مکتب نمیمونه، زور نداره، کشورش است. گناه از اونا نیست، گناه از شماست. شما که غیرت ندارین. گفتی یک مثل داریم میگه بر خود آش بریده نمیتونی، بر دیگران سیمیان میبری. شما از اونها هستین.